السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از روزها صحابه کرام روایت میکنند که با همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و در مسجد نشسته بودیم. یکی از مردها آمدند، پیامبر خدا صلی الله علیه و یک طرفه کرده چون برای اونها جا دادند. این حدیث بسیار اخلاق بهترین می آموزد که ان شاء الله تا آخر گوش کنیم استفاده میکنیم. عن واثلة بن خطاب رضي الله عنه قال: دخل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعد. میگه مردی پیش رسول خدا صلی الله علیه و آمدن و نبی صلی الله علیه و در مسجد نشسته بودن. فتزحزح له رسول الله صلی الله علیه و پس یک طرفش از مکانشون نبی صلی الله علیه و در همجای نشستگیشون یک طرفه کردن خودشون رو، یعنی که جا دادن برای اون نفره. فقال الرجل یا رسول الله، پس گفت مرد که ای رسول خدا صلی الله علیه و این فی المکان ساعتا، آخی در مکان جا هست، یعنی که مکان واسع هست و مکان بگیم که هست است، آخی شما خودتون چی تشویش میتین؟ فقال نبی صلی الله علیه و پس نبی صلی الله علیه و گفتن که این للمسلم لحقا اذا رآه اخوه ایتزحزح له. گفت بیشک برای مسلمان البته حقی هست که هر وقت که بیند همه برادرش اینکه چی شود یک طرفه شود و کشاد کند برای همون جای. این روایت بیهقی در شعب الایمان. از این حدیث فهمیده می شود که برادر وقتی که میآید انسان برای او را جا بدهد، این از اخلاق نبی صلی الله علیه و است. اگر جا نباشه کم کم انسان خودش بجنباند، اون خیلی خیلی خرسند می شود که مثلا من حرمت کرده و برای من جا داد. و خاصتا اگر انسان مثلا اهل علم باشد یا کلانسال باشد، پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرماید قوموا الی سیدکم، بخیزید قایم باشید پیش سیدتون. نشست خستنم پیش یگم استاد، یگم عالم، یگم پیشوا، اینم از امر نبی صلی الله علیه و که قوموا الی سیدکم، میگه بخیزید پیش سردارهاتون، یعنی که پیشواهاتون بخیزید. اما جا دادن برای انسان های عادی باشن اگر اینم خوب است، یک نفر میشناسی، اما یک انسان فاسق و فاجر باشه رو عیبری بالا گذراندن درست نیست است، چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و در دیگر و آثارهای صحابه است که انزل الناس منازلهم، انسان ها رو در جاهای خودشان بگذارید، در جاهای خودشان بفرارید. چون یعنی یک انسان فاسق فاجر مرتبهش بلند نمیکنه که اون فخر کند، یک انسان عالم قدرش را پستی نمیکنه که این نفرها او را تحقیر کند. الله پاک این حدیث را شنیده و به همین حدیث عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.